لیتس گو. سلام به دوستان گل و آپاراتیو و به دوستان خوب یوتیوب و میراکلسی و لوازم جانبی. بله که امروز میخوام یک لیزر پوینتر سبز رو بهتون معرفی کنم که یکی از بهترین لیزر پوینترهای بازاره. البته در اون حد بهترین نه. بله که اینه. اگه بازش کنیم این باتریشه، خود لیزر کلیدش که الان بهتون میگم برای چیه، شارژر رو و خود لیزر. که اگه بازش کنیم باتری و شارژرش رو برداریم. این اگه قطب منفی باید بره این پایین. بله والا اینجا هم میزنیدش به پریز برق دوستان. اینجا شو باز کنیم و میزنیم به پریز برق و شارژ میکنه به همین شکل. و خود لیزر رو کلید آنباکسینگ کنیم. همین برسه. حالا این کلید هر چی الان بهتون میگم. ثانیه خود لیزر خیلی خوش دست، خیلی شیک و رنگ آبی، قرمز و زرد هم هست. هر رنگی که میخواید انتخاب کنید. البته این سیاهش بود که من خریدم. و یه دنبک داره واسه آویزون کردن جایی. بله که دنبکش رو میتونید تعویض کنید و خلاصه از این کارا. خب حالا بریم که باتری رو توش بندازیم. این قطب منفیش باید بره به این سمت. میبینید این طوری میره به این سمت و اینو میبندیم. تمام دوستان. اگه اینجا دقت داشته باشید ببینید شکل چند تایی هم اینان. با چرخوندن این سر میتونید شکل بهش بدید. بله اگه این درپوش رو همون سری رو باز کنید تکی میشه که این تکیش تا 10 کیلومتر هم برد داره. بله خیلی جالبه. حالا بریم که توی بیرون تستش کنیم. خب دوستان اینم از لیزر. حال میکنید دوستان مثلا تا اونجا هم برده. صبر کنید. میبینید اونجا میبینید تا اون کوه رو هم به خوبی میگیره. اگه میخوام اینجا هم بزنم میبینید. بله دوستان تا الان ویدیو همراه من باشید. من برگشتم. دیدین که دوستان خیلی چه برده کاری داشت. همین. بله خب دوستان مثلا این کلید این نقطه های اجازه بده دوربین این سبز و این هم قرمز. این سمت اجازه کنید به سمت قرمز قفله. این قفل. بله اگه دوباره بچرخونید اگه بشه ها رفت توش. اشتباه زدم کنم رفت. اگه برید دوباره روشن میشه. دوستان ممنون که تا ادامه ویدیو همراه من بودین. لطفا لایک کنید و کانال منم دنبال کنید. خدا نگهدار.